بالا یک مسلمان لازم است که الفاظ قرآن را هم درست بفهمه و درست ادا بکنه. و بر علاوه از این که ادای الفاظ قرآن کریم به صورت درست بالا یک مسلمان به عنوان یک فریضه هست، فهم معانی قرآن کریم مهمتر است. فهم معانی قرآن کریم باز یک فریضه بسیار مهمتر و مهمتر هست، به خاطر ای که فهم معانی قرآن کریم به معنای فهم احکامی که در قرآن کریم بالا یک انسان مسلمان آمده و این فرض است. یعنی فهم احکام قرآن کریم اول احکام عقیده هست. بالا یک انسان مسلمان هیچ امری در زندگیش مهمتر از فهم عقیده وجود نداره. یعنی مهمترین فریضه ای که از مهمترین فرایض عین برای یک انسان مسلمان از فهم عقیده است. فهم عقیده در اولویت کار دینی قرار داره. یک انسانی که میگه من مسلمان هستم و بعد از او باز عقیده خود را نمیفهمه، یعنی هیچ کاری برای دین نکرده، هیچ چیزی از دین حاصل نکرده. به همین خاطر اولین اولویت یک انسان مسلمان در فرایض عین که ما شما میگیم، مهمترین فریضه عین بالای یک انسان مسلمان فهم عقیده اسلامی هست و اساسی ترین مصدر برای فهم عقیده اسلامی قرآن کریم است. حالا وقتی یک نفر قرآن نفهمه، امی مفاهیم را از کجا باید بگیره؟ فهم سنت خو بیخی دور است برش. پس بالا یک انسان مسلمان لازم است اگر کل قرآن کریم را به صورت تفصیلی با تفسیرش فهمیده نمیتونه، مفاهیم اعتقادی قرآن کریم را که قرآن کریم در آیات متعدد سر از اونها بحث کرده لازم است باید بفهمه. مثلا ایمان به الله متعال یا توحید، تفصیل توحید را ما از کجا باید بگیریم؟ خود قرآن کریم برای ما شما مصدر است و مهمترین مصدر قرآن کریم است. و حقیقتا اگر یک نفر ایمان به الله تبارک و تعالی را یا ایمان به توحید و یگانگی الله متعال را مطابق قرآن کریم بگیره، هرگز ممکن نیست دوباره او گمراه شود. دلیل ایش است که الله متعال همه شبهاتی را که شیطان استفاده میکنه تا ایمان و اعتقاد یک نفر را به اصطلاح صدمه بزنه و این توحید از او را خدشه‌دار بکنه، الله متعال به صورت تفصیلی کاملا او شبهات را جواب داده. و اگر یک نفر عقیده توحید خود را از قرآن کریم بگیره، به بسیار سادگی میتونه حق را از باطل جدا بکنه. خیلی از مردم هستن در مورد مفاهیم اعتقادی، خصوصا وقتی که میبینن بین یک عده از علما اختلافات زیادی وجود داره، باز تو سردرگمک میشن، میگه ما ایران موندیم که چطور بکنیم، ایران نه، من برو به قرآن کریم مراجعه. قرآن کریم بر چیست؟ قرآن کریم به همین خاطر است که مردم از همین حیرانی نجات بده دیگه. وظیفه تو عمومی هست برو قرآن کریم بخوان و مطمئن باشین هرگاه یک نفری به قرآن کریم مراجعه بکنه، الله متعال در قرآن کریم مفاهیم اعتقادی را بسیار صریح بیان کرده. معنای صریح بودنش است که الله متعال در قرآن کریم میگه که الله متعال کتاب را نازل کرد، هن ام الکتاب و اخر متشابهات. اصل کتاب و اساس کتاب آیات محکم داره و معنای آیات محکم امی هست که یک معنا ازش گرفته میشه، قابل تأویل و توجیه و گرفتن چند معنا نیست. مثلا الله تعالی میگه قل هو الله احد، بگو الله یگانه هست. حال دیگه یک نفر به هیچ وجه نمیتونه اینو چی بکنه، یک رقم دیگه بر انسان معنا بده. قل هو الله احد، گپ خلاص میشه. الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این معرفی الله هست، این معرفی توحید الله هست در قرآن کریم که بسیار صریح الله متعال بحث کرده. پس بالا یک انسان مسلمان لازم است که فهم قرآن مهمترین فریضه‌اش است و منظور از فهم قرآن یعنی فهم احکامی که قرآن کریم بیان کرده و در احکام قرآن کریم در رأس همشان ایمان، این مفاهیم ایمانی قرار داره. ایمان به الله متعال ما باید مطابق قرآن کریم بگیریم و همه قدر انحرافاتی که شما در جامعه امروزی خود ما میبینیم که در میان مردم انحرافات بسیار زیاده در مفاهیم اعتقادی هست، همه ایشان به خاطر دوری از قرآن کریم هست. بدون مبالغه همه از اونها به خاطر دوری از قرآن کریم هست که مردم عقیده خود را از قرآن نگرفتن.